هر هفته بیبی جان قسمی از معاش ناچیز شوهرش را برای خریدن آب صرف میکند. آب را آنها از ماشین‌های برکش با نرخی گران میخرند. دیگه پدر شکای ما دیگه روز داره، روز 100 روپیه میشه برش، 1.5 میشه، 120 روپیه میشه. با چون اگه ضرورت داشتیم با روز یک چیز نمیاره. با ما زیاد امی چی میکنیم، مشکلات خانه خگام چیز در خانه ضرورت میباشه میاره. با که گفتم که ندارم با یک دو روزه با در بازار سودا مودای چیزش نمیاره، با پیسه را میاره با او میگیریم. محل زیست بیبی جان پایتخت افغانستان با کمبودی آب روبرو است. افزایش با سرعت اهالی در شهر، فرسوده و بیکار شدن شبکه‌های آبرسانی و تغییریابی اقلیم سبب شده که ساکنان مثل بیبی جان مجبورند بعضاً میان آب و غذا یکی را انتخاب کنند. ما نه 32 تانکر فروشات داریم، 50 خانه رو میتیم اور نوشیدنی. در دست خانه یک خانه که او داره او هم آب شورش قابل استفاده نیست. صرف هم یک شستن یک وسایل میشه و خوردن استفاده نمیشه. آبش مکمل شور است. آب سی نیست. بازم تانکر نسبتا خوب است از ما میخریم. کارشناسان مدت هاست از خطر بی آب ماندن کابل هشدار میدهند. حکومت طالبان طرحهای کارکرد آب و ساختن آبانبارهای خرد را در کشور آماده کرده است، اما مشکل مالی و نبود امکانیت‌های فنی اجرای آنها را به تأخیر گذاشته است. با گفته مسئولان، شبکه آبرسانی شهر که 10 سالها پیش ساخته شده است، توان تأمین پوره ساکنان را ندارد. خدماتی که ما برای ساکنان کابل پیشنهاد میکنیم تقریباً 20% طلبات عمومی را فرا میگیرد. 80% اهالی باقی مانده به آب نیاز دارند. وزارت ذخیره‌های آب و انرژی حکومت طالبان می‌خواهد آب رودخانه پنچیر را به پایتخت انتقال دهد، اما برای این تا 400 میلیون دلار ضرور است. در حال حاضر اساساً آب آشامیدنی کابل از منابع زیرزمینی گرفته می‌شود که بنا به گزارش سازمان مرسی کورپوس 80% آن افلاس است. چند پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از 2 ایستگاه بزرگ آبرسانی کابل را با 4 لوله نوی آب تامین کرد. پیشتر آنجا فقط 1 لوله بود. دسترسی به آب واقعاً برای همه بسیار مهم است، مخصوصاً برای افغانستان که 4 ساله باز از جنگ رنج میکشد. ما تمام کار را میکنیم که عذاب و اذیت مردم کم شود و آنها به آب با صفت و همه خدمترسانی ها دسترسی داشته باشند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان یکی از کشورهایی است که از پیامدهای تغییریابی اقلیم شدیداً رنج میکشد. قبول قانون و قاعده‌های محدود کننده مخصوصاً در نسبت زنان یکی از سبب‌های قطع کار و طرح‌های زیادی سازمان‌های جهانی در این کشور شد. حالا واقعیت این است که بیبی جان و مثل او بسیاری‌ها در کابل مجبورند آب را یا از چاه گرفته با عرابه به سختی به خانه برند یا با نرخ گران بخرند. یعنی ما هفته 200 روپیه رو میگیریم، اگر نیم 200 روپیه یک چیز دیگه ما میشه. با ما بیخی ضرور است به خودم اینه به دخترم. یعنی ما مشکل زنانه که می داشته باشیم ما مجبور هستیم از چیز دیگه از دواخانه چیز استفاده کنه نمیتونیم، از خانه استفاده میکنیم، با او را مجبور هستیم که یک روز گذشته بشویم.